درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 32. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. اینک در نظرم صدرالدین عینی هم هست و هم نیست. آره، آن سیمای سرشار از ذوق و قریحه و دانش، آن بیان شیرین دلانگیز، آن چشمان پرفروغ آرام بخش در این جهان نیست. اما آثار مردی که سراسر زندگی را وقف خدمت به آدمی زادگان کرد و پرتو بر جهان معرفت تافت که هرگز فرو نخواهد نشست، در میان هست و خواهد بود و جاودانه خواهد شد. سعید نفیسی. عینی یکمین معلم، یکمین ژورنالیست، یکمین شاعر و نثرنویس، یکمین تاریخ نویس و عالم تاجیک است. اولین کتاب‌هایی که من به زبان مادری خودم خواندم کتاب‌های عینی بودند. ساتین اولوغزاده. آتجان پیرو سلیمانی بخارایی. تولد 15 اپریل 1899 میلادی در بخارا. زندگانیش نیز در بخاراست. از دستخط خود پیرو که به التماس فقیر نوشته فرستاده بود. غزل. گر تو در پیوند باشی از جهانم باک نیست. ذره با خورشید پیوندد غمی در خاک نیست. از گرفتاران فتراکت سر و سامان مجوی. خامه اهل جنون را نقطه ادراک نیست. نیست یک جامی که با یادی توش لبریز نیست. نیست پیراهن که از عشق توش صد چاک نیست. بجای این مصرع اگر نیست یک جیبی که از عشق توش صد چاک نیست می بود، هر آینه به عبارت صد هم
به مصرع اول مناسب تر می افتاد. نیست یک جامی که با یادی توش لبریز نیست، نیست پیراهن که از عشقی توش صد چاک نیست. خستگانت را علاجی نیست جز امید صبر، عاجزان را نوری بینیش از رهت جز خاک نیست. نیست عاشق هر هوسکاری که لافی عشق زد، بر تنی هر کس قبایی عاشقی چالاک نیست. خام طبعان را بگو آبی خضر جستن خطاست، در جهان آبی حیاتی جز شرابی تاک نیست. سر به سر پوچ است زاهد مسلکی دیرینه ات، چشم وا کن آن که می جویی تو در افلاک نیست. منعما تا چند از معشوق می منعم کنی، پیروی پیری مغانم کار با تریاک نیست. چی شد کی؟ چی شد که باز فلک می کشد به کنج و کنارم؟ چه بختی شوم که پیوسته گشته است دوچارم؟ نگر به صورتی در موج بحر یأس غریقم، نظر به حالتم از هجر دوست زار و نزارم. اگر به جای نظر به حالتم ببین به حالتی از هجر دوست می بود، معنی بیت از معنی حاضرش جزیل تر می افتاد. نگر به صورتی در موج بحر یأس غریقم، نظر به حالتم از هجر دوست زار و نزارم. چه گفتم که زمان امر می دهد به سکوتم؟ چی کردم که چو منصور می کشند بدارم؟ مگر که گوش فلک کر شد از غریو و فغانم، مگر که شانه ماهی شکسته شد ز فشارم. نچیده دانه امید رانده ز بهشتم، نخورده لقمه جاوید می کشی به مزارم. بری به صدری بهشتم، زنی به ناری جهیمم. چه مدعاست از این رنگ های نقش و نگارم؟ گهی به صورت انسان، دمی به قالب حیوان، چو مومبازی انگشتی طفل شد سر و کارم. چه طعنه ها که ز دورانی نانجیب شنیدم، چه زخم ها به دل از
سیری روزگار ندارم. ترحمی بنما ای اساس نخل امیدم، شکست شاخه صبرم، گسیخت ریشه و بارم. فغان ز سوز و گدازم، کی سوخت بال و پری من. امان که پنجه بازوی اقتدار ندارم. مدام در تک و پویم، قرین دشتم و کویم. به بیقراری هجران نمودند قرارم. سرم نهاده به کف بهر دوست پیرو عشقم. شعار و مسلکم این است، عاشق رخ یارم. شب هجران با خیال جانان. این پارچه به واسطه برادر منظم به دست در آمد. چندیست که عشق آن صنم را بر صفحه سینه پروریدم. عمری به امید جام وصلش پیمانه زهر می چشیدم. شبهای دراز در خیالش چون مار گزیده می تپیدم. هر دم به فضای اوج امید همرنگی شهاب می پریدم. گاهی به زمین همی فتادم، گاهی به سما همی رسیدم. چون بابی سموم می وزیدم، چون برقی ستیز می جهیدم. چون ابری بهار می گریستم، چون بانگی هزار می سرودم. در دشت جنون ز بیقراری خود بی سر و پا همی دویدم. سر داده سراغ می گرفتم، جان داده نوید می خریدم. آخر به هزار گونه خواری بر کوی مراد می رسیدم. چون سجده به خاک می فتادم، چون اشک بر آه می چکیدم. گه بوسه به پاش می نمودم، گاهی ز لبانش می مکیدم. چون نیک نظر همی نمودم، می دیدم آنچه می ندیدم. کین لذتی بی مذاق من بود، دستان شبی فراق من بود. پیرو عاشق است، شعرهای عاشقانه را از مغز جان می سراید. بالخاصه پارچه آخری به غایت پرسوز و گداز است. پیرو اشعار انقلابی نیز انشاد کرده است. نمونهش در قسم سوم خواهد آمد. رمانی به نام عشق دختری چنگیز در دست تحریرش است. پیرو صاحب استعداد کامل است.
بوستانی نوی ادبیات تاجیک، از آبی روانی طبعی این جوان بسیار سرسبزی ها امید دارد. میرزا محمد تقی تهرانی. در اوایل عهد امیر مظفر در بخارا به اسیری و بندگی افتاده، چندی در عهد وزارت محمد شاه قشبیگی عامل زکات ابریشم شده، بعد از آن آزاد شده به وطن خود رفته است. از تحفة الاحباب. آمد بهار و غنچه‌ای امید وا نشد، یعنی کشاده تکمه‌ای بند قبا نشد. آن کس که با محبتی جانان گرفت خوی، دیگر به عیش و راحتی دهر آشنا نشد. از قیل و قال مدرسه افزود مشکلم، افسوس دل که محرمی درس فنا نشد. محرم شدم به زلف دلاویز آن نگار، هرگز کسی بر رتبه باد صبا نشد. شد بندم از غم عشقت جدا، ولی خاکی درت ز لوح جبینم جدا نشد. میخواست جان نثار سگانت کند تقی، لیکن زمانه بر نسقی مدعا نشد. رباعی. رفتی و دلم ز غصه خون سازی کن، جامی عیشم ز غم نگون سازی کن. خرسندیم از فراق کم خواهی خواه، محرومیم از وصل فزون سازی کن. برهان خواجه. ملقب به نبیر خواجه توفیق بخارایی. وفات 1310.
غزل. از تذکیره افضل. محک تشخیص سازد از زری خالیس محلل را، کند درد امتیاز از عاشقی صادق معلل را. بس اندر سایه درد سری داغم چه می کوشی، که می سوزد ملاقاتی سرم زانوی صندل را. و امیدی که ساید دیده بر خاکی کفی پایت، نباشد غیر از این تعبیر دیگر خواب مخمل را. کسی رمز آشنایی دقتی آن خط نشد آری، که می سازد مفصل معنی آیات مجمل را. ز خودبینی به کثرت مانده زاهد، غافل از وحدت بود یک را دو دیدن، وصف ذاتی چشم احول را. به زیر بار غفلت گشته مستحکم دل عابد، گشادی جز شکستن نیست این بابی مقفل را. برآرد راستان را سرو قدت از ره توفیق، که این جدول معوج می کند خطی معدل را. اولاد حسین خان. تجلی دهلوی متوطن بیار کند. مما الیه در خردسالی همراه پدر خود در عهد یعقوب بچه حاکم کاشغر از وطن اصلیش دهلی به کاشغر هجرت کرده، بعد از آن سفری حجاز و ادای حج نموده به کاشغر برگشته، در آنجا در موضعی خواجه عریق از مضافات یارکند متوطن شده تا اوایل انقلاب که 1917 میلادی است بر حیات و با دوستانی ترکستانیش مکاتبه داشت. حالا از حالاتش چیزی معلوم نیست. در آن وقت باید سنش از 70 متجاوز باشد. تجلی صاحب دیوان است، اما دیوانش مطالعه نشد. در تاریخ وفات میان فضل قدوس نام اهل تصوف می نگارد. میان فضل قدوس که از فضل قدوس دلش را فیوزی قدوس بود حاصل، چو شد واصلی عالمی قدس گفتم
بسالش میان فضلی قدوس واصیل. 1308. چودم ما نکرد آن بی مروت یاد من، زین علم اندوه و غم دارد مبارک باد من، زین علم اندوه و غم دارد مبارک باد من. چو ترک است بیار و دوست خرسند است و شاد، یاری من هرگز نپرسید خاطری ناز شادی من، یاری من هرگز نپرسید خاطری ناز شادی من. چو در جام مرتب گشته است با بی طرف، چو در جام مرتب گشته است با بی طرف، از غم و اندوه شد آباد غم آباد من، از غم و اندوه شد آباد غم آباد من. پیش از این بودیم در حرید با یاران بش، پیش از این بودیم در حرید با یاران بش، دردی دیگر میرسد آنها رسد بر یاد من، دردی دیگر میرسد آنها رسد بر یاد من. شاید از عینی بمیرولود یادی آورد، ای صبا در گشیاری من رسان فریادی من، ای صبا در گشیاری من رسان فریادی من. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 32-юмро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.